شما را به سوی خود دعوت می کرد. دید خیلی راحت شیطان را اسلام غضبناک بشید، دید خیلی راحت غضب پیدا می کنید نسبت به اسلام. بعد می فرماید این در حالی است که هنوز جنازه پدرم را به قبر نگذاشتند. حضرت موسی بنا شد برود برای مناجات و تحویل الواح، که بنا به نظر خیلی از مفسرین منظور همون تورات است. راغب اینها باش و به اونام گفت از برادر من که جانشین من است تمکین داشته باشید. من تا 30 روز دیگر برمیگردم. ایشون آمد در سمت راست کوه طور مشغول مناجات شد برای اخذ الواح. خدایی تهیه کرده ام، گوساله را تدارک دیدم با وسوسه شیطان. حضرت موسی بعد از 10 روز برگشت، دید 70,000 نفر دارن به گوساله سجده میکنن. گفتید چه وضعیه؟ مگر شما کم معجزه دیدید از خدا و پیغمبر خدا؟ افطال علیکم الارض، خیلی طولانی شد، دید و دنبال شیطان رفتید. اطلع الشیطان رأسه من مغرزه هاتفا بکن فوجدکم لدعوته مستجیبین. دید خیلی راحت شیطان را اجابت کردید، خیلی راحت به دنبال شیطان افتادید. واستنهضکم فوجدکم خفافا. شد که در بین مهاجرین بود، چون 2 نوع نفاق در مدینه وجود داشت. یکی مال خود مدینه بود که در رأس آنها عبدالله ابن ابی بود و مشخص بود و همه او را میشناختند و کسانی که با او که اینا دینی به اون صورت نداشتند. اسلام در وجود اینها رسوخ پیدا نکرده بود. ما در سوره قرآن در سوره ناس میخوانیم که وسواس خناس ظهور بعد الخفا را میگه. مثل کسی از یه جا نگاه میکنه، آدم تا متوجه میشه میشینه پایین، یه مقدار غافل میشی باز میبینی ظاهر شد نگاه میکنه. به شیطان که خناس میگن چون انسان مشغول ذکر خدا و نماز و دعاست، شیطان مخفی میشه، تا غفلت میکنی ظاهر میشه. وجود یک پیغمبر در میان، در حالی که اون قوم را به سوی خود دعوت میکرد، هاتفا بکن فوجدکم لدعوته مستجیبین، بسیار راحت جواب دادید، کردید. و واقع مطلبم همین است. خیلی خوب است انسان قرائنی که نشون میدهد برخورد اینچنینی با حضرت زهرای مرضیه از کینه و حسادت و دشمنی با اسلام و پیغمبر جمع‌بندی کنیم. این قرائن بسیار زیاد نشون میدهد مسئله چیزی دیگری است، که به این سرعت همه امور مسلمین را رها کردند، یه فدک را از حضرت و ما ترکناه الصدقه و قبول کنیم که خبر حضرت رسول فرمود یا علی 3 ویژگی داری که هیچ کی ندارد حتی خود من. یکی پدر خانومی نیست که من داری من ندارم. پدر خانم حضرت و
نه، من ندارم. فرزندانی داری از صلب خود مثل حسن و حسین که سید و سالار جوانان بهشتم من ندارم، ولی شما از مایید و من از شما. یعنی از اول خلقت تا آخر عمر دنیا فقط یک زن و شوهرن که هر دو اسمت دارن، علی و فاطمه. فقط مؤمنینم معصوم است، زیرا که پایه 11 امامند این زن و شوهر. 11 امام معصوم. حضرت مریم میخواد سنی و شیعه یکی از مأمومین و پیروان مهدی فاطمه است. در اون میاد میفرماید شما نماز بخوان من اقتدا کنم. حضرت عیسی عرض میکند مهدی یکی از فرزندان فاطمه است. حضرت عیسی با شریعت خودش که نمیاد، نسخ شده، بنا به شریعت پیغمبر است و به عنوان تبعیت از حضرت مهدی میاد. خانومش دارای عصمت است، علی بن ابی طالب است. تنها کسی که دو پسرش سرور و سالاری که من در ضمن خطبه خواندم، بعضی میگن مال محی الدین عربیه، بعضی میگن مال شیخ رجب القرسی است رحمت الله علیه که از عرفای بزرگ است. میگه السلام علی الجوهرة القدسیه فی تعین الانسیه، در مورد حضرت زهرا 14 حقیقت نبویه و مطلع الانوار العلویه. عین عیون یکی از فرزندان فاطمه زهرا هم امام حسین است. من همینجا روزه را میخوانم چون وقت من تمام است. این روایت سلواتی ختم کنید. بعد مناجی صدا میزند یا اهلا راه دختر رسول خدا بخواد بیاد حرکت کند، همراه او پیراهن خونین حسین است. سلواتی ختم کنید. برای سلامتی همه مراجع نظام ببین حضرت آیت الله علمای تبریزی سلوات دیگری ختم کنید. یه سلواتی هم لطف کنید تا ما روایت را بخونید. در این منابع علمای اهل سنت هست، وقتی حضرت زهرا وارد می شود منادی ندا می کند یا اهل القیامه اغمضوا ابصارکم للعجوز فاطمه بنت محمد مع قمیص. زهرا میگه ای خدایی که به عدل حکم میکنی، حکم کن بین من و بین کسانی که حسین من رو کشتند. مثل بینی و بین من قتل ولدی فیقضی الله سبحانه. عرض میکند خدایا اجازه شفاعت بده به من برای اون کسانی که ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك السلاسل جبلولی می نویسد حسن و حسین آب می آوردن می دادن به دست اسما، اسما آب را می داد به دست علی، علی زهرا را تمام شد، زهرا را کفن کرد. آقا دید
7 ساله و حسین 6 ساله خیره شدن به جناحین دید، هر دو افتادن رو سینه زهرا. مرحوم شیخ عباس قمی در سفینة البحار می نویسد از خود امیرالمؤمنین به خدا دیدم زهرا دستاشو باز کرد، کفن یه دست به گردن حسن انداخت، دست دیگر به گردن حسین انداخت. دیدم هاتفی صدا زد علی حسنین و از بدن مادر جدا کن، الان ملائکه آسمان گریه می کنند. السلام علیک ایتها الشهیدة أرادوا إطفاء ذاك النور. أمير المؤمنين يقول له أتراني لا وعلاها اتخذت بعد بيت الأحزان المسمار ما بال ضلعين مكسور ما حمرة العين يا فرج الله حمرة العين ما بال طرفها المنثور. عاد يسمح لي مرجعها، يسمح لي الشيخ الميرزا جواد التبريزي دامت ايام بركاته في يوم ميلاد السيدة زينب، وأبارك له بهذا اليوم العظيم. يقول لي يا شيخ ما هذا اليوم بيوم عيد بعد العراق؟ أقول له سيدي هذه العراق ومآسي العراق هالشكل تسوي في قلبك، ما أدري يا شيخ لما بتسمع بما واستداروا بغيا على أسد الله ما أدري تتستار ولا حمزة اليوم وجعفر فاطم مال ابن عمك أوردك الجواب وجلس من وراء الباب، قولي لعلي يخرج وإلا أضرمتها عليكم نارا. قائم علي بالحطاب، وضعوا الحطاب حول بيت أمير المؤمنين. يقول اللعين فأمسكت بالاستئذان فاستل صوته صار يؤلمها على يديها. انفتح الباب لاذت وراء الباب لكي تستتر، أحس بها اللعين يقطع القلوب. كنت أنألين وأنفلت لكن تذكرت سحر محمد وعلي وولوغه في دماء صناديد العرب وكيد محمد وسحره، فصرت أعصرها حتى سمعتها تتمخى وهي تنادي يا رسول الله أبين بئس ما خلفك ابن أبي فلان، وخرت بين الباب والجدار وهي تنادي جنيني. وإذا بسليم يسأل سلمان هل دخلوا على الزهراء بغير استئذان؟
سلمان ومنا أهل البيت. يسأله سلمان هذا ولم يكن استئذان، فقلت إيه وعزة الجبار دخلوا وما على الزهراء من خماره، لكن هذا ذات وراء الباب رعاية للستر أوها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا، فأسقطت بنت النبي وحزنا ذاك الجليل المسمى، محصعت ثمارها على رأسها وخرجت والدماء تسيل من صدرها. أسألكم يا سادة أبناء الزهراء يا علماء، أسألكم ليش الدم يسيل من صدر الزهراء؟ كان ليش يسيل الدم من صدر الزهراء؟ تدري ليش؟ لأن المسمار رسول الله، عظم الله لك الأجر، مولاي أفرج الله، أحسن الله لك العزاء. رجع إلى الزهراء وبيده الصوت فصار يضربها، وبنت محمدا وسيدتاه ومصيبتاه. هم هو يقول استقبلتني بوجه أعشى بصري، يقول احمر قدها انتثر قرطها، نادت يا رسول الله، يا حبيب الله. يقول سلمان كنا فات الثار ننشر رايتك ومغار، تدري والخبر عندك بصير الماء تكسر، تدري أخبرك سيدي وأنت العليم، تدري من أوجروا باب الزغرة جدتك بالنار، هاي قلوبنا لسه بذيك النار تتوجر، من نار القلوب نهيج غيرك بالنا جارة، ندري بيك من تذكر صدر امك ومسماره، تهيج وتطلب الرخصة تريد بس تظهر. وبنت محمدا اليوم بعد اليوم طالبين مني قراءة شيخ الفقهاء الشيخ الأصفهاني. اسمع شو يقول عن الزهراء، يقول إن حديث الباب ذو شجون مما جنت به يد الخعون، أيهجم القوم على بيت الغداء ومهبط نارها، ما اكتسبوا من نار غير العالي، ومن ورائها عذاب النار. بعد يا شيخ شو اللي سووه؟ وجاوزوا حتى بلاد من خليل، شلت يد الإلحاد والتعدي، كأني بها على قبر رسول الله تنادي.
کاش مغیر با عمریان نبود، ای کاش نبود میخ بر تخته در، یا فاطمه آقای سیدی همه به ای زن مطلق، به ای زن مطلق. صدا تو آزاد کن همه به ای زن مطلق، به ای زن مطلق. بهشت من بهار من یار من، یاد غمت نمیرود یا فاطمه. بهانت به ناله شبانه، تو رفته ای ز خانه. یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه. یار به کوچه فانیم، یاور قد کمانیم، یار به کوچه یاد غمت نمیرود یا فاطمه یا فاطمه. به ای زن همه شاگردان امام صادق همه دستا رو بیارن بالا، روز شهادت ام الائمه حضرت زهرا، همه با هم فریاد بزن یا زن بن قاتلن و ای زن بن. حرف
حرف بچه های فاطمه هست و همه به ای زن بن قتله به ای زن بن قتله که من شدی عجیب یاد غمت نمیره بد یا فاطمه غسل به زیر پیراهن رفتن تو ماندن من غسل به زیر پیراهن رفتن تو ماندن من تن تو رفته در کفن یاد غمت نمیره بد یا فاطمه به ای ذنب قتله به ای نبی به عشق بچه‌های فاطمه ناله بزن یا زهرا یا زهرا یا زهرا من علی مظلوم و خانه نشینم من علی مظلوم و خانه از روی قبرت گل و لاله میچینم و ویلا و ویلا با همه دست رو سر به حالت عزا همه با ویلا با ویلا ما غیر حق پیغمبر را ادا کرد ما غیر حق پیغمبر را ادا کرد با تازیان تو را از من جدا کرد و ویلا و ویلا با روی نیلی تو سامانم گرفته زهرا جان روی نیلی تو سامانم گرفته غسل با پیراهنت جانم گرفته همین که داشت به خدا دستو شکسته بودم از دیابیرم رو بریم شب بستان
آنچه را نادیده بودم من. شب آمد و بر سرت تنها نشستم زهرا جانم. شب آمد و بر سرت تنها نشستم برای مرگ من بس باشد همیدا که من با دست خود چشم تو را بستم. یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا من علی مظلوم و خانه نشینم از روی قبرت گل و لاله میچینم با بیرام و بیلا همه یا زهرا 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 یا برای عرض تسلیت به پیشگاه بی فاطمه معصوم بلند یا زهرا یا زهرا یا همه بلند روز شهادت و ملانه انشالله یه روز در معیت مرجع تقلیدمون یا زهرا یا زهرا همه کشتن زهرا را نبیها را کشتن زهرا را
حرم وایسم ولی نتیجه شد.